شر و بفچون لگندوار باشوری کوبانی هین بردوام من دناورا هیزن برکان الفرات و چکدارن داعش دا د چارچوبه کامپانیا رزگار کرنا باشور و روجلاتی کوبانی و پشتی رزگار کرنا خراب عشق و چلبیه هیزن برکان الفرات بروعین عیسی دچن و د دمانو هادا بفچون د جوار لگند سالوک دقومن. تم السيطرة على قرية مندك وقرية والإذاعة جيجاها راديو و گندين چلبيه و خراب عشكي بتواهي هاتنا رزگار کرن و افدر همو دبن كنترولا مدنا و ام آنها پیش ودچن برب روجهلات و بركان الفرات دا انجام وی کامپانیه دا زیانک مزن گهاندن چکدارن داعشه چجا آلیه شروانان دا و چجا آلیه جبرخانیان دا و روبرک مزن جگندواره باشور رزگار کرن تاکو هولدان باجاروک سرین جا آلیه روجهلات و دور پیش بکن. في منطقة الشلبية بعد تحرير منطقة الشلبية بالكامل وقام طيران التحالف بمساعدة الثوار. رزگار کرنا دورا چلبيه هاته پشتی شرین گران دوی هرمه ده و با آلیکاریا فروکین کوالسیون ناونتوی این کو پارگه هنداشه بتندی تو باران کرن و پیره مدیکاری بو 25 گندان رزگار بکن. بالكامل. لا آلیه دن برکان الفرات با اپراسیون کلشگری لگنده بیر محلی کو به 40 کیلومتر لباشوری کوبانه ده کور رابو و ده انجام ده 7 چکدارین اسلامی کشتن و پشت را جوی گندی وکشیان. لروجهلاتی کوبانی چکدارن داعش ایریشی گنده گوک تب کرن لی هزن برکان الفرات برسیفا وان دان و 11 چکدارن وان کشتن و اتومبیلک جمارکیا همار به دست خستن ده همان دمه ده فروکین هفگرتنا ناف دولتی و ده هندره 48 دمه جماران ده نه جاران وارگهن داعش تو باران کرن لدردورا باجاروک سرین. ولاد بکر اورینت نیوز کوبانی.